خود دوستان عزیز من اینا وسایل را از تیما خریدم. وسایل نقاشیه که انواع و اقسام اجناس با کوالیتی بالا، به خاطر اینکه ما بتونیم در آینده چنل پیش ببریم نیاز به وسایل بود. البته داشتم ولی خواستم یک کم برای شما در قسمت توضیح بدم و معلومات بدم که چی چیزا نیازه برای یک نقاشی. رنگ روغنی که به تصویر میبینیم اینا با او بسته کلان از طرف تیم آمده. خب بیایم هر کدوم به شما جدا جدا توضیح بدم. این رنگ‌های روغنیه که در تصویر میبینیم که من واقعا از این رنگ خوشم آمده بود، در سایت دیدم و واقعا تابلو جلودار میکنه و اگر شما استفاده کردیم در آینده البته متوجه میشین که با بقیه رنگ متفاوت تره. و بیایم سراغ این پلاستیک ببینیم یه بسته دیگه هم هست. 2 بسته گرفتم، هر کدوم 12 تا داره. خب این سراغ این پلاستیک که وسایل مختلفی داره که باید توضیح داده بشه که هر کدوم به چی خاطر استفاده میشه و چی کاربرد داره. این یه چسبیه که وقتی که ما میخوایم تابلو، مثلا خطی که میکشیم رو تابلو یا مثلا بخوایم که اما قسمت از تابلو با رنگش به دیگه جا سرایت نکنه، از این چسب استفاده میکنه. البته بس در قسمت های بعدی لازم شد به شما توضیح میدم. میریم به سراغ یکی دیگه که این وسیله در قسمت آفتاب، مثلا چیزای گردی که میخوایم بکشیم، مثلا آفتاب با سایزهای مختلف که البته با قلم خیلی مشکله و این خیلی خوبه به خاطر کار. خب بریم به سراغ این قلم ها برای بیشتر به قسمت رنگای اکریلیک استفاده میشه و کمی از این رنگا داخل از این ریخته میشه. از این وسیله به خاطر خوشم آماده بود که میتونیم کمی رنگ و آب داخلی مخلوط کنیم و برای تابلو استفاده کنیم، البته اگه دوست داشته باشیم. خب اینجا سایزهای مختلفی از او، وقتی که نیازیشه باشم مثلا رنگ یکم با آب بیشتر قاطی کنم و با سایزهای مختلف روی تابلو استفاده کنم، خیلی خوبه. و بعد وسیله بعدی یه برسه که خیلی ظریفه، خیلی ظریفه و بالای تابلو وقتی که البته شاید دیده باشیم بعض وقتی که رنگ میکنیم یکم تپ پا میمونه، این از اونه که به صورت یکسان میکنه رنگ. خب میریم به روی قلم دیگه که این قلمیه که بیشتر در قسمت های مو بیشتر استفاده میکنم و البته جاهای از باریک استفاده بشه، مثل برای درخت هم میشه. خب این قلم دیگه که برای در قسمت مثلا چشم استفاده میکنم بیشتر. خب اگه نیاز داشتیم که بیشتر در مورد از این جنس ها بفهمیم، البته من اینا با کوالیتی خیلی خوب این انتخاب کردم که شما میخوایم از او استفاده کنیم و باینده بخریم، بریم کامنت کنیم و میتونم عکس به شما بفرستم. خب بریم دو سراغ وسیله بعدی. از این وسیله من در قسمت لبوهای کو استفاده میکنم. البته کاربرد اصلی از این در قسمت ترکیب رنگ های، ما میتونیم با این رنگ های مختلف ترکیب کنیم. خب وسیله بعدی هم یه قلموی دیگه و بریم سراغ قلموهایی که من بسیار از این کیفیت، از این کوالیتی، از این خوشم آمده بود. اینا بسیار ظریف و من واقعا در فروشگاه آلمان نیافتم به این ظرافت از اینا و با این قیمت، البته با این کوالیتی اصلا نیافتم، اما با کوالیتی کمتر قیمت بیشتر بود. اینا
بسیار ظریفه، بسیار بسیار ظریفه، هر سایزی داره. خب اگه دوستشه میتونیم مسیج کنیم یا کامنت کنیم، برای شما عکس میگذارم و با جزئیات بیشتر. خب یه همه جنسایی بود که دستمون خریده بودم. در این وضعیت بسیار خوش میشم که بتونم یک هنری چیزی رو به مردم خود و مخصوصا خانم ها انتقال بدم. البته دوستان عزیز، سابسکرایب یاد شما نره بری که بتونی ویدیوهای بعدی نگاه کنی.